یه وقتایی آدم اونقدر از حسهای گنگ و جور و جور، از فکرهای پراکنده، از حرفهای نگفته پر میشه که دیگه احساس میکنه حتی یه قطره هم جا نداره. نه بغضت باز میشه، نه میتونی داد بزنی، نه میتونی اشک بریزی. فقط میتونی به یه جای خیره بشی و سکوت. یه سکوت با صدای بلند یواشکی که فقط خودت میشنویش. آدم یه وقتایی از خودش و اطرافیانش اونقدر لبریز میشه که میفهمه خیلی سنگین شده و باید یه راه حلی براش پیدا کنه. میدونه اون راه حل چی میتونه باشه؟ این که اجازه بدی جاری بشی، صدات در بیاد، اشکت در بیاد، با موسیقی، با نوشتن، با گفتن، با پناه بردن به یه آغوش امن. اجازه بدی اشکت در بیاد برای یه نفس تازه، برای نور، برای شروع دوباره. جا باز کن عزیزم، براش جا باز کن.